زمانی که تمرین میکنیم عضله سازی اتفاق میفته، بیش از حد تمرین معکوس میشه، اینجا میشه بیش تمرینی، عضله از دست میدی. مرسی که گفتم. یعنی یو اول که همزمان داریم عضله سازی میکنیم، هی داریم فشار میاریم، به جای که تو رو ریکاوری بریم تو دیلود، بریم به بار تمرین رو بیاریم پایین، هی تمرین فشارش میبریم بالاتر، یه جا دیگه بدن شروع میکنه به تخریب، میشه یو معکوس. یو دوم در بدن سازی یو قهوه است. یو قهوه هم اینجوریه، قهوه رو میخوریم، چربی سوزی دیگه مازاد خوردیم، یو معکوس میشیم، اینو داره چربی سازی، مقاومت به انسولین میاره، مقاومت به کافئین برامون اتفاق میفته، دلمون خوشه هر روز صبح کافی. خب تا کی هر روز کافی؟ یه ماه، 2 ماه، 3 ماه؟ یه زمانی باید کافی قطع بشه، یه زمانی باید کنار گذاشته بشه، یه زمانی باید جایگزین باشه. همیشه با دنبل کار میکنی؟ نه. همیشه با دستگاه کار میکنی؟ نه. همونجوری که داریم بالا پایین میکنیم، یه بار قهوه است، یه بار چای سبزه، یه بار شکلات